سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با 9 تا گجت توی زمینه AR یا به فارسی بخوایم بگیم واقعیت افزوده. قبل از هر چیزی بگم که همه این گجت ها رو قبلا معرفی کردیم و این کلیپ صرفا فقط یه گلچینه. پس هر چه سریعتر بریم سراغ کلیپ. اگر فکر میکنید که AR و VR یا همون واقعیت افزوده و واقعیت مجازی برای بازی کردن، سخت در اشتباهید. اولین بار این فناوری در سال 1360 برای خلبان‌ها و شبیه‌سازی پرواز استفاده شد و کاملا هم نظامی بود. حتی همین الان هم دارن استفاده میکنن. اما الان این دو قابلیت رو همه جا میتونید ببینید و دستگاهی که میخوام بهتون معرفی بکنم هر دو تاشون رو داره. عینک ماجیک تیپ کلا قاعده رو عوض کرده و شما راحت میتونید بین AR و VR تعویض بکنید، اونم فقط با یه دکمه. قابلیت تشخیص هر فضایی رو داره و شما میتونید هر پلن یا نقشه‌ای رو قبل از اجرا کردن ببینید و مشکلاتش رو بگیرید. بالغ بر 75% مردم یا عینک دارن یا چشمشون ضعیفه. نظرتون چیه یه عینک معرفی بکنم که علاوه بر عینک بودن قابلیت AR یا همون واقعیت افزوده داشته باشه و به هوش مصنوعی هم مجهز باشه؟ عینک لومس همون عینکی هستش که تمام خواستهاتون رو برطرف میکنه و بهترین دستیاری هستش که میتونید توی زندگیتون داشته باشید. توی مسیریابی کمکتون میکنه، کلمات و متن رو ترجمه میکنه، میتونه بهتون اطلاعاتی از نقاشی توی موزه بده یا فضایی که توش هستید. قدرت این رو داره اینستا یا فیسبوک شخصی که دارید باهاش صحبت میکنید رو آنالیز کنه و بهتون نشون بده. البته اگه طرف واقعی باشه نه کیک. میتونید به گوشیتون وصلش کنید و جواب تماس‌ها و پیامکاتون رو بدید. به لطف فناوری لنزهای زد میتونه تصاویر رو به عینک شما بفرسته و از بیرون معلوم نباشه. این فناوری قدرت این رو داره که تصاویر رو با رزولوشن 2K به شما نمایش بده و چون به صورت نور بالا همین کار رو انجام میده، توی نور مستقیم آفتاب هم قابل مشاهده هستم. خیلی خودم رو کنترل کردم بهتون نگم که راحت میتونید با این عینک تقلب بکنید توی امتحاناتتون و هیچ کس هم متوجه نشه. دیدید توی همه فیلم ها طرف برای اینکه تکنولوژی رو نشون بده همه چیز رو به صورت سه‌بعدی روی میز میریخت و باهاش کار میکرد؟ خب این گجت همون کار رو براتون میکنه. میتونه هر سطحی رو تبدیل به یه مانیتور تاچ اسکرین 32 اینچی بکنه و یه جورایی میشه گفت یه ویدیو پروژکتور هستش با هوش مصنوعی که واقعیت افزوده یا همون AR رو بدون استفاده از هیچ وسیله اضافه فقط با لمس و حرکت کردن به شما تقدیم میکنه. شما به راحتی میتونید باهاش بازی بکنید یا حتی آهنگ بزنید، نقاشی بکشید یا موقع آشپزی دستور پخت خودتون رو داشته باشید و همه جا رو کثیف نکنید. برای بچه‌ها بازی بذارید و درسشون رو بهشون یاد بدید یا حتی ارائه خودتون رو تحویل بدید و همه رو هم به صورت دیجیتالی روی کامپیوتر یا گوشی خودتون داشته باشید و هر موقع خواستید استفاده بکنید یا تغییرات رو روش ثبت بکنید. این گجت همچنین قابلیت اسکن کردن هم داره و میتونه کتاب‌ها و عکس‌ها رو براتون تبدیل به متن کامپیوتری بکنه که راحت ادیتش بکنید و زیر جاهای مهم خط بکشید یا نوت بردارید. این پروژکتور هوشمند هنوز به بازار نیامده و تخمین زده میشه اگر هم بیاد قیمتی بین 1000 تا 2000 دلار داره. این بار میریم سراغ واقعیت افزوده یا همون AR، اونم توی سطح کاملا بالا. شما میتونید همه چیز رو جلوی چشم خودتون داشته باشید و کسی نفهمه. اینستاگرام، تیک تاک یا حتی تماس‌های تصویری. ظاهر بسیار جذاب و چشمگیری هم داره و از اینترنت 5G استفاده میکنه که خب هیچی ولش کن. ویژگی برگریزون دیگه این عینک کنترل کردنشه که با هر چیزی که پشت عینک تعامل داره و شما میتونید از دستاتون یا هر چیز دیگه کمک بگیرید تا دنیای جلوی چشماتون رو عوض بکنید. این عینک‌ها بسیار سبک وزن هستن و همه حتی با عینک آفتابی اشتباهشون میگیرن و قشنگ میتونید باهاشون سیس جیمز واند بگیرید. فکر نمی‌کنم هنوز آمادگی شنیدن این خبر رو داشته باشید، اما خب باید به مانیتورهای نسل آینده سلام بکنید. این مانیتور واقعیت افزوده یا همون AR رو با مانیتور ترکیب کرده و تجربه جدید رو بهتون تحویل میده. شما میتونید روی میز بذاریدش و یک تصویر مجازی 122 اینچی یا همون 3 متری بگیرید، اونم به صورت کرو. انگار عینک‌های واقعیت مجازی رو پوشیده باشید، نه اینکه گذاشته باشید روی چشمتون. قشنگ میتونید توی دنیای سه‌بعدی بازی خودتون غرق باشید. بله، تصورش سخته اما واقعیه. خود مانیتور هم 4K هستش و روشنایی 700 نیت رو ارائه میده که عالیه توی نوع خودش. فقط قیمت این بزرگواری یه ذره که چه عرض کنم خیلی بالاست و برچسبی 12000 دلاری داره که یه جورایی میشه گفت 800 900 میلیون تومان به پول ایران که هیچی دیگه. بریم گجت بعدی. واقعیت افزوده یا همون AR صنعتی هستش که هر روز داره پیشرفت میکنه.
قبلا می اومدیم بهتون عینک هوشمند معرفی می‌کردیم، اما علم پا رو یک قدم فراتر گذاشته و لنز هوشمند رو داره درست می‌کنه. لنز هوشمند موجو اولین لنز هوشمند واقعیت افزوده دنیاست که به شما این امکان رو میده که اطلاعات رو مستقیما جلوی چشمان خودتون ببینید بدون اینکه نیازی به نگاه کردن به صفحه‌ای داشته باشید یا کسی بفهمه. این لنز هوشمند همه اطلاعات رو مستقیما به شبکیه چشم شما میفرسته و یه جورایی میتونید سیس بتمن بگیرید. شما میتونید تکستاتون رو بخونید، ایمیل ها، نقشه ها و مسیریابی بکنید، اطلاعات تمامی غذاهایی که میخورید و مقدار انرژی و کالریشون، افرادی که دارید باشون صحبت میکنید، حتی میتونه بهتون بگه وضعیت جسمانیشون خوبه یا بد، همه چیز. لنز از هوش مصنوعی یا همون چت جی پی تی هم استفاده میکنه و میتونید هر چی ازش میخواید رو فقط به زبون بیارید تا بهتون نشون بده. لنز بسیار نازک طراحی شده و مناسب همه چشماست و فکر همه جاش شده. این لنز مناسب اشخاصی هستش که میخوان همه چیز رو بدونن و بررسی بکنن و رسما کوچکترین و مخفی‌ترین هوش مصنوعی با قابلیت واقعیت افزوده هستش که بشر ساخته. هنوز هم گوشیتون رو با توپ و کش ماست و هزاران نگهدارنده و استند میچسبونید به بغل فرمون و دریچه کولر تا یه آدرس پیدا بکنید و بارها سر همین نگاه کردن بهش تصادف کردید. خب ویری این مشکل رو براتون حل میکنه. یک گجت خیلی کارآمد که فقط باید بذاریدش روی داشبورد ماشین تا به صورت هولوگرافی و واقعیت افزوده یا همون AR تمامی اطلاعات رو به شما نشون بده و با توجه به هوش مصنوعی خودش قابلیت تشخیص همه چیز رو داره. عرض جاده، آبرین پیاده، فاصلتون با ماشین جلویی، سرعت و دور موتور خودتون، سرعت ماشین‌های دیگه. یه جورایی انگار دارید بازی کامپیوتری انجام میدید و ریز به ریز بهتون میگه چیکار بکنید و بهترین کمک راننده دنیاست. قابلیت تشخیص ترافیک رو به صورت آنلاین داره و حتی شرایط آب و هوایی رو میسنجه. یه قابلیت باحال دیگه‌ای هم که داره، میتونه اگر یک مسیر رو دوبار رفته باشید حرکاتتون رو ضبط بکنه و بهتون بگه دور قبلی کجا بودید، همون دقیقه و همون ثانیه. میتونه به گوشی شما وصل بشه و باهاش جواب تلفن‌هاتون رو بدید و حتی آهنگی رو که میخواید پخش بکنه. حقیقتاً گجت ماشین زیاد معرفی کردیم، اما این یکی بهتریناست و رسما توی یک ساعت دیگه هستش. این روزها چت جی پی تی یا همون هوش مصنوعی همه جا رو گرفته و شما هر وری رو نگاه میکنید این بزرگوار خودنمایی میکنه. چند تا از کارکنای سابق اپل یه پروژه رو کلید زدن و رونمایی کردن که هوش مصنوعی رو به حد اعلی میرسونه و رسما توی یه بعد دیگه هستش. تصور بکنید که به هیچ چیزی نیاز نداشته باشید، نه گوشی، نه کامپیوتر و نه هیچ چیز دیگه‌ای برای اطلاعات. AI پین یا پین هوش مصنوعی این کار رو برای شما میکنه. فقط کافیه وصلش کنید به سینه‌تون یا توی جیبتون بذارید و یا علی هر چیزی که ازش بخواید رو انجام میده، اونم فقط با صحبت. اگر هم خواستید چیزی رو ببینید و انتخاب کنید، اطلاعات رو روی دست شما یا هر جا که خواستید نمایش میده. یک جورایی میشه گفت با شما زندگی میکنه. آهنگ‌ها رو براتون عوض میکنه، به گوشیتون کنترل کامل داره. اگه ازش سوال کنید مثلا این قرمه سبزی چند کیلو کالری داره یا اسکندر مقدونی واقعی یا خیال پردازی یونانی هاست، جواب میده. بهتون یادآور میشه چه کاری رو میخواید انجام بدید، از کدوم مسیر برید، یا چنل گجت مجت کی کلیپ جدیدش رو میذاره. حتی قابلیت ترجمه همزمان رو داره، یعنی میتونید باهاش فارسی صحبت بکنید و انگلیسی تحویل بگیرید یا برعکس. توانایی ضبط فیلم و گرفتن عکس از وقایع روزمره‌تون هم داره. با اینکه اکثر چیزها رو گفتم، اما هی فکر می‌کنم باز یه جایش رو نگفتم، انقدر خفن این گجت. قیمت خشک این پین هوش مصنوعی $700 و ماهانه هم باید $24 پرداخت بکنید تا از همه امکاناتش بهره ببرید. نظر من رو بخواید کلاً جواب این دستگاه و این پول‌ها براش چیزی نیست. اما خب این یکی چند پله جلوتره و مشکل همیشگی اون عینک‌ها مثل زمخ بودن ظاهری و سنگینی رو حل کرده. این عینک در انواع و اقسام رنگ‌ها و مدل‌ها طراحی شده و کلاً 43 گرم وزن داره و عین عینک‌های دیگه نوک دماغتون رو مثل عقاب نمیاره پایین. هوش مصنوعی چند پله بالاتر از عینک‌های دیگه است و شما میتونید با وصل کردنش به گوشی خودتون فقط باهاش صحبت بکنید و عینک صدای شما رو تبدیل به متن بکنه و بفرسته برای دیگران. میتونه سرعت وسیله نقلیه‌ای که توش هستید رو بهتون بده، حتی اگر سوار دوچرخه هستید. شمارنده گام هاتون باشه یا ضربان قلبتون رو بگه، آب و هوا رو پیش بینی کنه و دما رو بگه. قابلیت ترجمه همزمان داره و هر کسی و هر زبونی میتونه با شما صحبت بکنه. قابلیت هوش مصنوعی دستگاه هم به تمامی سوالات شما جواب میده، فقط کافیه بپرسید ازش و بهترین دستیار شما میتونه باشه. این عینک هیچ دکمه‌ای نداره و با صدای شما کار میکنه، یا با حرکات دست میتونید کنترلش بکنید که از دور یه جوری شبیه استادای معبد شاولین میشید موقع کار کردن باهاش. به قدر این عینک جذابه که آدم دلش نمیاد حتی موقع خواب از روی چشم خودش برش داره.